خب امروز بخشی که میخوایم کار کنیم بخش استخوان‌گذاری یا بن هستش. برای بخش استخوان‌گذاری ما اول فکر کنیم که یه دونه آبجکت داریم از جنس وکتور. اول با این شروع میکنیم. خب این دست ملوان زبل دیگه همتون میشناسید. برای اینکه بخوایم اینو استخوان‌گذاریش رو شروع بکنیم یه دونه لایه بن اول باید ایجاد بکنیم که از همین بخش نیو بن انجام میدیم. حالا باید بیایم این لایه وکتوری که من دارم طوری باشه که تابع حرکت این استخوان باشه. خب پس میرم روی لایه استخوانم، اول مشخص میکنم که چه استخوانایی دارم. اگه شما دقت کنید ما میبینیم که یه مفصل اینجا داریم، یه مفصل اینجا داریم، یه مفصل هم اینجاست. خب برای وقتی که میخوایم ما استخوان گذاری رو انجام بدیم باید بیایم شروع استخوانمون روی مفصل قرار بگیره. خب پس من یه استخوان اینجا دارم، یکی اینجا دارم. حالا اگه بخوام میتونم اینو بکشم که کل اینا با هم حرکت کنه یا نه یه استخوان کوچیکم از مچ به پایین بذارم که دستش هم به جدا از این حرکت بکنه. برای حرکت دادن استخونا برای انیمیتشون از این قسمت استفاده میکنیم. خب الان ببینید در حال حاضر این داره حرکت میکنه ولی دسته تابعش نیست. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه من هنوز لایه وکتوری که دارم داخل این قرار نگرفته. گفتیم برای چی؟ برای اینکه لایه بنمونم دقیقاً مثل یه لایه گروپ عمل میکنه. خب پس به خاطر اینکه این لایه وکتور ما هم تابع حرکت این باشه بعد داخل این قرار بگیره. پس اینو انداختم درگ کردم داخل این لایه. حالا دوباره امتحان میکنم. ببینید حرکت کرد. خب حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که چند تا چیز رو باید بهش توجه بکنیم. یکی اینکه این رنگ این لایه ها هستش. ببینید یکیش آبیه یکیش قرمز. من اولین استخوانو که گذاشتم رنگ این قرمز بود. این یعنی چی؟ این یعنی اون استخوانی که قرمز هستش استخوان والد یا مادر هستش. استخوان بعدی که میذارم که رنگش آبی رنگ میشه این استخوان فرزند هستش. خب حالا چرا من روی این کلیک کردم این قرمز شد؟ چون این خودش میتونه والد یه استخوان دیگه ای باشه. یعنی من اگر اینو کوچیک میکردم دقیقاً اینجا یکی دیگه میذاشتم، ببینید الان این خودش دوباره قرمز شد. یعنی این میتونه دوباره والد یکی دیگه باشه. حالا اگر من بخوام که این دوتا جدا از هم باشن اصلا والد نباشن باید به این صورت عمل کنم. این اولی رو دیلیت میکنم. وقتی این در حالت قرمز باشه و من بیام یه دونه استخوان دیگه بکشم این بچه این میشه. ولی نه اگر این در حالت قرمزه من یه کلیک اینجا بکنم این آبی بشه یعنی خودش فرزنده. یه دونه دیگه اینجا بکشم یعنی این دوتا استخوان دارن کاملا جدا از هم حرکت میکنن، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. خب حالا در نظر میگیم همون حالتی رو که این دوتا فرزند هم دیگه باشن. از کجا میتونم بفهمم الان اینو درست انتخاب کردم فرزند هم هستن یا نه؟ از این گزینه ریپرنت که استفاده بکنین مشخص هستش. از اونجا که استفاده بکنین ببینید این یه فلکس زده رو به عقب یعنی این بچه این یکیه. خب حالا هر چی تعداد استخواناتون بیشتر باشه خیلی راحت از این طریق شما میتونید فرزنداشون رو پیدا کنید. خیلی راحت مثلا نمیدونم کاراکتری که توی خود انیمه استودیو آماده داره یا اگه میرین از اینترنت یه سری کاراکتر میگین خیلی راحت اینو میزنین متوجه میشین که مادر این مثلا استخونا چی هستش. برای حرکت دادنشون هم که بهتون گفتم به این صورت هستش چون این مادر این هست. پس اگه من اینو تکون بدم اون استخوان پایینی هم با این حرکت میکنه. تک تک منظورتونه؟ خب اصولا برای اونا استخوان نمیذارن. خب به خاطر اینکه استخونا ریز هستن. برای اینا یک دونه برای دست که میذارن خب همونا حرکت میکنه. برای اونا میان سویچ میذارن. یعنی اینکه مثلا شما حالت دستت مثلا فکر کن مثلا از این حالت میخوای انجام بدی. خب مثلا اینا میان سه تا کلید براش تعریف میکنن اینا رو به هم سویچ میکنن. دیگه نمیان تک تک اینا رو استخوان بزنن چون خیلی ریز میشه. بعد انیمیتش هم سخت و تمیز در نمیاد. خب جان بله چطور روشنه ضبطش روشن. خب یه بار دیگه من میگم اصلا از اول میخوایم انجام. ببینید من اومدم از قسمت نیو یه دونه بن درست کردم. خب گفتم میخوام برای این دست من یه استخوان بذارم دیگه. پس باید لایه دستم رو بندازم داخل لایه استخوان که تابع حرکت استخوانم باشه. خب حالا میام این نیو بن رو انتخاب میکنم میگم مفصلام کجا هستن. من یه مفصل اینجا دارم یه مفصل اینجا دارم یه مفصل اینجا. حالت
طبیعی دست خودمونه دیگه. از جایی که مفصل شروع میشه من میام استخونا رو میذارم، یعنی شروع استخونه من باید از اونجا باشه. پس یه دونه اینجا احتیاج دارم. این کشیدن استخونا رو هم با درک کردن دارم انجام میدم. بله بله بله. بعد دوباره یکی دیگه اینجا دارم. میگم اگه بخوام دست و جداگانه در نظر بگیرم از مچ به پایینو میتونم یه دونه دیگه تعریف کنم. حالا من اومدم کلی اینا رو دارم در نظر میگیرم. خب بعد حالا اینو که کشیدم خیلی راحت الان که بیایم انتخاب کنی ببینید دو تا داره حرکت میکنه. تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که من چون میخوام این حرکت استخوان جلویی تابع حرکت استخوان عقبی باشه باید این رنگش قرمز باشه بعد بیام این یکی رو بکشم. اگه رنگ این آبی باشه یعنی این خودش بچه است، فرزنده، هیچ وقت نمیتونه بیاد یه استخوان دیگه رو حرکت بده. این دو تا استخوان جدا از همونجوری حرکت میکنه. خب حالا اینجوری که شما نگاه کنی یه حاله رنگی دور اینا افتاده. این حاله رنگی که میبینید دامنه حرکت این استخوناست که ما همیشه باید بیایم با استفاده از این ابزار این حاله رو تا جایی که میتونیم ببندیم. البته بسته به نوع حرکت شما داره. چرا؟ من هرچی این حاله رو بیشتر کنم یعنی که دامنه حرکت این استخون بیشتر میشه. خب الان این دوتا افتاده رو هم دیگه. خب ببینین دفرمه شد دست. رو بازو رو نگاه کنی بازو دفرمه میشه. ولی اگر من دامنه حرکت اینو درست انتخاب کرده باشم، مال اینم درست انتخاب کرده باشم، دست هم حالت عادی خودشو داره، استخونم درست حرکت میکنه. بزرگ کردنش خب مثلا شما یه زمانی مثلا فکر کنید پیراهن یه دونه دختر است. خب این پیراهن بزرگه دیگه. شما برای اینکه بخواید کل پیراهن این حرکت بکنه باید این دامنه حرکتش رو زیاد کنید. اگه کم باشه گیر میکنه استخوان. الان بهتون نشون میدم. ببینید مثلا فکرشو بکنید. من یه همچین لایه‌ای دارم، یه دونم براش بون تعریف میکنم. میبینید الان به چه صورته. حالا اگر این داخل یه دونه مثلا کاراکتری باشه که خیلی مثلا این کاراکتر استخوان‌های زیادی داشته باشه، من برای اینکه بخوام کامل اینو حرکتش بدم باید این اینجوری باشه. یعنی باید این دامن حرکت این زیاد باشه. اگه کم باشه هیچ تأثیری نمیذاره. این بغلاش کش میاد. یعنی اینکه فقط استخوان ما میاره فقط این یه تیکه اینجا رو تکون میده. اینا ثابت میمونن. حالا الان تو خود کاراکتر بهتون نشون میدم. خب حالا شما همین دست رو انجام بدین تا الان که بهتون گفتم. الان دست رو بهتون افتحا بزنم.